اون ترین ماشینایی که توی دنیا وجود داره رو می‌بینید. این شوخی دستمون رو گذاشتیم رو ماشینایی که $250,000 به بالا قیمت دارن. حتی یکی از اونها بیشتر از $100 میلیون قیمتشه. و ما می‌خوایم این ماشینا رو بهتر کنیم، شناور کنیم، برونیمشون و حتی باشون پرواز کنیم تا بهتون نشون بدیم که چرا انقدر قیمتشون بالاست. خب دوستان، برنامه رو با این ماشین $1 شروع می‌کنیم. خیلی قراضه است. حالا برای چی می‌خوای بفروشیش؟ خب میدونی اون خیلی با ارزش نیست و منم دیگه نمیتونم براش وقت و هزینه کنم. اگه این $1 رو بگیری معامله بسته میشه. کاملا مشخصه که این یه تیکه آشغاله. ولی اگه $20,000 روش هزینه کنیم چه اتفاقی میفته؟ خیلی خوب، بیاین این ماشین رو راه بندازیم. وای، باور نکردنی راه افتاد. چه جوری داره راه میره؟ یه دود میاد. لعنتی دیوونه کننده است. یه ماشین $1. یه ماشین $1. یه ماشین $1. یه ماشین $1. وای. خیلی خوب، در هر صورت یه ماشین $1 بود. خوب شد توش نبودیم. اون ماشین $100,000 رو بیارید. خودشو میرونه، جدی میگم. هیچ کس تو این ماشین نیست ولی داره حرکت میکنه. ببینیم 100,000 تا چی برامون داره. چقدر فضا داره. در واقع داخل این ماشین همه بچه‌هام جا میشن. تو بچه داری؟ آره دیگه، اون پشتیگاه. بریم ببینیم چه جوریه. اصلی ترین دلیلی که بخواین تسلا بخرین اینه که خودش رانندگی میکنه. خیلی خوب، راننده این ماشین دیگه من نیستم. آو، داره لاین عوض میکنه. واقعا داره خودش میرونه. من اصلا گاز نمیدم، اصلا به هیچی دست نمیزنم. ببینم چی میداری میگی که الان حتی میتونی چرتم بزنی؟ خب پس حالا ببینیم سرعتش چقدره. بولمون داد عقب. واقعا حیرت انگیزه. این فقط اولشه. در ادامه ماشین رو میبینیم که تبدیل به هواپیما میشه و میپره. ولی فعلا این لامبو رو ببینیم. داشتیم میخوردیم بهش. این سویچ روشه، چجوری منو ندوسیدنش؟ با اینکه قیمتش 2 برابر قبلیه ولی فضاش نصف قبلیه. فکر نمی‌کنم 200,000 تا بابتش بدم، چون اصلا داخلش جا نمیشه. فکر میکنید بتونه لامبورگینیو برونه؟ خب حالا چجوری راه میفته؟ فکر کنم باید دنده رو عوض کنیم. خیلی خوب، حالا افتادیم تو جاده. وای صداشو ببین. آو پسر خیلی عصبانیه. لعنتی خیلی قویه. وای خدا که من این ماشین دیوونه کننده است. فقط یه کوچولو گاز میدم ولی پرواز میکنه. اگه میخواین چیزی عوض کنین این ماشین میتونه بهتون خیلی کمک کنه. اینو بهتون قول میدم. خیلی خوب، حالا میریم سراغ $300,000. اونطور که بهمون گفتن این ماشین ایمن‌ترین ماشین دنیاست. عین تانکه. این یه ماشین نظامیه؟ آره، درجهش خیلی بالاست. تو همین الان توی لامبورگینی بودی. درسته، حق با توه. بریم ببینیم چی باعث شده این ماشین ایمن‌ترین باشه. اول اینکه شیشه‌اش ضد گلوله‌ان و ضخامتش انقدره. روکش این ماشین ضد انفجاره و اونم بعداً امتحانش می‌کنیم. کارل، میخوای دکمه رو بزنی؟ چه جوره؟ میخوای اسموک اسکرین رو بزنی؟ ایشه؟ وای این واقعا دیوونه کننده است. ما اینجا پوشش دودی داریم. وای خدایا چقدر بو میده. ولی هیچ کدوم از اینا ثابت نمیکنه که این ماشین ایمنی بالایی داره. در واقع عایق ضد انفجار اطراف ماشین مهمتره. ما اولین کسایی هستیم که امتحانش میکنیم. برای مقایسه میخوایم اول یه ماشین معمولی رو بهتر کنیم و ببینیم سرنشینا زنده میمونن یا نه. 3 2 1. نه تنها آتیش گرفت، مانکنام از ماشین پرتاب شدن بیرون. ما یه سانروف رو ترکوندیم و اصلا نتونست دووم بیاره. قبل از اینکه این ماشین منفجر بشه میخوام چند تا از این شکلات‌ها بذارم داخلش. امیدوارم سالم بمونن. خب به نظر میاد این ماشین ضد گلوله و ضد انفجاره. حالا باید ببینیم مانکنا و شکلات‌ها سالم میمونن یا نه. نجات پیدا میکنن. 3 2 1. از جوش پرید. این ماشین به اندازه چند تا خراش از انفجار سالم بیرون اومد. یه فرو رفتگی هم اینجا انداخت. وایسا شکلاتام کجا؟ برو اونور بچه. شکلاتام سالمن. اگه دنبال یه ماشینی که از انفجار سالم بیرون بیاد گزینه خوبیه. اما از اونجایی که قرار نیست به این زودیا جنگ بشه، 200,000 تا دیگه بذارید روی پولتون و این قایق 500,000 تایی رو بخرید. روی زمین یه ماشین عادیه و هیچ فرقی با بقیه نمیکنه. اما به محض اینکه برید داخل آب تبدیل به قایق خیلی خفن میشه. کارل، اول تو برو. ما رفتیم. وای اصلا حس خوبی ندارم. اول اونو فرستادم ببینم کار میکنه یا نه. داریم غرق میشیم؟ نه شناوریم. اوه، به نظر میاد کار میکنه. بریم ببینیم چی میشه. وای خدای من، داریم تو آب رانندگی میکنیم. وای باید این دکمه رو فشار بدیم تا بوق بزنه. خودشه. حالا باید عین یه ماشین عادی برونمش ولی روی آب. یا صفر بچرخ. این فوق‌العاده است.
5 ثانیه پیش ماشین معمولی بود. آره دلم میخواست باهاشون باشم ولی هم ماشین زده میشم هم قایق وای زده. خدای من اینجا رو جار نباید میذاشتن من اینو برونم. عالی بود عزیزم. قانون اول از کریس همیشه فاصله بگیر. داریم یه دایره میزنیم. دارن تو آب دایره میزنن، یه گرداب درست میکنن. با این آقا تازه آشنا شدیم، میخوایم مسابقه بدیم. 3 2 1 برو. وای سرعتش بالاست، هیچ تلاشی هم نمیکنه. زود باش تندتر. جا گذاشتیمش. اون عقب موند. باورم نمیشه ما برنده شدیم. این خیلی سریعه. به جز شکلات خوردن نمیتونم جور دیگه جشن بگیرم. هی بیا اینم شکلات. هی گرفتمش. پیستبلز بهترین شکلات دنیاست. اگه نمیخوریمش اشتباه بزرگی میکنیم. پسر این که هممون تو آب داریم رانندگی میکنیم واقعا دیوونه کننده است. جیمی من عاشقش شدم. قسمت حیرت انگیزش اینه که این تازه اول این ویدیوه. ماشین بعدی لیستمون میتونه واقعا پرواز کنه و چون من از ارتفاع میترسم کارلو نولان انجامش میدن. اینجا چه خبره پسر؟ این ماشین نه تنها یه ماشین خیابونیه بلکه بال داره و میشه باهاش 2 کیلومتر تو آسمون پرواز کرد. اون ماشین واقعا یه پرنده است. اینجا بمونه پروازشو ببین. منم میرم توی هواپیما و دنبالش میرم. من که باورم نمیشه این ماشین واقعا پرواز میکنه. داره بلند میشه. چرخش دیگه روی زمین نیست. اون واقعا یه ماشین پرنده است. این ماشینا واقعا دارن غیر قابل باور میشن. داداش پشمام، یه ماشین توی 1 مایلی بالا سرم داره پرواز میکنه. وای خدای من خیلی باحاله. فکر کنم به ازای $600,000 رو خیلی میارزه. آماده یه فروش. ماشین بعدی $1 میلیون ولی من فقط یکیشو نیاوردم. همونطور که میدونین کلی ماشین $1 میلیون وجود داره و برای اینکه مطمئن بشم ماشین مورد علاقه شماست 10 تا از بهترین ماشین‌های دنیا رو اینجا جمع کردم. طبق معمول همه مسیر مسابقه تو دستای ماست. بنابراین گذاشتم خودشون انتخاب کنن کدومو میدونن. میخوام تو برونی باشه انتخاب کن. این جیگر رو ببین. من تو اینجا میشم؟ خیلی خوب من گوشی‌ها میذارم کنار. این کاملا شخصیه و اینجا قانونیه. اوه بزن بریم. من دلم نمیخواد بمیرم. بابا نفوذ بد نزن. انگار توی ناسکارم. خیلی داره خوش میگذره. انگار تو فیلم سریا خشنی. یه چیز خیلی مردونه راجع به روندن ماشینای پر سر و صدا وجود داره. توی یه مسیر مسابقه. توی مسیر مسابقه. وایسا میخوام پیام بدم. نه شوخی کردم. میخوام تندتر برم. خواهش میکنم نکار. کار وای خدای من داریم با ماشین $1 میلیون دایره میزنیم. در حالی که بچه‌ها دارن با ماشینا کیف میکنن میخوام ماشین بعدی رو بهتون نشون بدم. یه ماشین هیدروژنی $2 میلیون شوخی نمیکنم. قدرت این ماشین واقعا از هیدروژن تامین میشه و آب قابل شرب تولید میکنه و فعلا در حال ارتقاست ولی این نمونه اولیه است. تا حالا اینقدر سخت وارد این ماشین نشده بودم. خیلی خوب بریم ببینیم چجوری بسته میشه. تو نگاه اول درش یواش بسته میشه. خب میخوایم بریم بزنیم به دل جاده. این خیلی مهمه چون این ماشین اولین باریه که توی جاده امتحان میشه. اوه کاش اینو قبلا بهم میگفت. این ماشین برای اثبات فرضیه ساخته شده پس روندنش تو جاده هنوزم برام سواله. اون خانمو نگاه کن واقعا داره از همون فیلم میگیره. خیلی عجیبه. در حین رانندگی میخوام براتون از سامسونگ گلکسی Z فلیپ 5 بگم و چیز منحصر به فردش اینه که اون کاملا تا میشه. از وسط نصف همچنین دلم میخواست کمربند ببندم ولی خب هنوز نرسیدن اونجا. این گوشی از وسط تا میشه و باعث میشه کاملا توی جیبتون جا بشه و همینطور اجازه میده از 2 تا برنامه همزمان استفاده کنین. نشون بذارین بده. نشونش بدم. توی قسمت پایینی گوشی گوگل دارم و تو قسمت بالا دارم ویدیوی مستر بیست رو میبینم. وای خدای من پس سرعتش بالاترم میره. آره با اینکه سوخت این ماشین هیدروژنه ولی همچنان بردی بیش از 1600 کیلومتر و حداکثر سرعت 355 کیلومتر بر ساعت داره. و یه چیز دیگه راجع به اون گوشی اینه که میتونه 60 فریم بر ثانیه 4K فیلم برداری کنه. حتی وقتی تا شدن میتونه ضبط در واقع کنی. گوشی S23 آلترا گوشی ولاگ گرفتن توی چنل ما به حساب میاد. وای صدای موتور رو گوش کن. چی؟ خیلی صدای باحالیه. چه بامزه. حتی وقتی تا میکنیش هم یه دوربین جلوش داره. فلیپ 5 خفن ترین گوشیه که سامسونگ تا حالا ساخته.
رو این که زیر بزنید و این گوشی رو بخرید. بزنید. پسر کلی ماشین دور برامو گرفته. برید کنار، من ماشینم 2 میلیون دلار قیمتشه. بریم سراغ بعدی. تو مسیر مسابقه هنوزم عجیب‌ترین و قدرتمندترین ماشین رو داریم. 10 میلیون دلار قیمتشه. بهش میگن کانسینگ ویدر، تنها نسخه موجوده. خب پسرا، این سریع‌ترین ماشین دنیا. وای خدای من، با طراحی خاص و رنگ تراش الماسی. خود شرکت بیمه اجازه نمیده که من سوار بشم، فقط صاحبش. این باحال‌ترین مدل باز شدن در یک کتاب دیدم. تو یه دیوونه‌ای. خیلی خوب برو بریم. یه بار اشک یه نفر رو در آوردم. واقعا؟ آره، حسابی ترسوندم. سرمو چسبوندم که یهو پرتاب نشه. چجوری اینقدر سریعه؟ من هیچ وقت یه لحظه صبر کن. دلیل اینکه این ماشین اینقدر سرعتش بالاست، موتور تو این شارژ بی 8 اونه که باعث میشه وزنش کمتر باشه. میتونیم بگیم 500 پوند از لامبورگینی سبک‌تره. تو کل عمرم همچین چیزی ندیده بودم. انگار سوار یه ترن شدی. قلبم از جاش در اومد. خیلی خفن بود رفیق، ممنون. شاکریم. بریم سراغ گزینه بعدی. یه ماشین 20 میلیون دلاری. آقای جیلینو بیش از 20 سال پادشاه برنامه امشب بوده و اون امروز صاحب یکی از تاثیرگذارترین کالکشن‌های دنیا، یعنی مکلارن F1 20 میلیون دلاریه. خیلی خفنه. الان به خاطر موج زدنت باز شد؟ هایتکه. دوستا اینو نبینن. چی باعث میشه این ماشین اینقدر با ارزش باشه؟ اون یک کربن فایبر V12 فوق العاده سبک، اون میتونه 389 کیلومتر بر ساعت بره که هنوزم سریعترین ماشین غیر توربو شارژ و سوپر شارژه. میخوام یه چیز جالب نشونتون بدم. این ماشین 3 تا صندلی داره. جالب نیست؟ وزنش هم 1 تونه، در حالی که بقیه ماشینای مدرن 2 تن وزنشون. با ماشین مادر نولان قابل مقایسه است ماشین. آره دقیقاً همینطوره. البته جلو نولان نگین، ولی در واقع از این ماشین به عنوان معیار استفاده میکنن. میخواین یکم سوار بشین؟ بله البته. غیر ممکنه بشه روی صندلی وسط نشست. خیلی ناراحت. خیلی هم بد نیست. آره درسته، خیلی هم بد نیست و اصلا ناراحت به نظر نمیاد. به طرز عجیبی با 3 تا صندلی خیلی راحته. آره درسته، این قابلیتش خیلی باحاله. آخه معمولا ماشینا فرمونشون اینجاست. اگه توی انگلیس بودیم اینجا جای فرمون. درسته، تو میتونی آره. تو انگلیس باشی، تو هم تو امریکا. این ماشین چند وقت دست تو شماست؟ کی به دنیا اومدی؟ 1998. من اینو سال 98 خریدم. من که بدون که اومدم جای گفت بذاری ماشین رو بخرم و جشن بگیرم. آره نکته همینه. من باباتم. وای جالبه. این ماشین رو چند خریدی؟ اون موقع 800,000 دلار دادم و خریدمش. مردم میگفتن پولت هیچ وقت بر نمیگرده، ولی گرونتر و گرونتر و گرونتر شد. حالا 20 میلیون دلار شده. میدونید دیوونه کننده است. پس این ماشین برای شما 1 میلیون دلار هر سال سود داره، درسته؟ فکر کنم بشه اینجوری گفت. آره. نظرت راجع به ماشین چیه؟ خوشم میاد. پس چرا یکیشون رو نمیخری ها؟ 19.9 میلیون کم دارم. تا حالا تصادف کردی؟ تنپم بالای 1000 بار. ازت ممنونم که ما رو آوردی. مشکلی نیست بچه‌ها. خیلی خوب بود. 2 تا ماشین بعدی خیلی قیمتشون بالاست، جوری که همیشه توی موزه نگهشون می‌دارن. رو هم رفته این 2 تا ماشین 80 میلیون دلار قیمتشونه، ولی ما موزه رو قانع کردیم که بدنشون به ما، حتی برای یه روز. خیلی خوبه. به اینجای ویدیو که میرسیم مغزا منفجر میشه. هی پسر خوشگل رو روشن کن. این 30 میلیون دلار قیمتشه و اینم 50 میلیون دلار. خب راستش من 50 میلیون دلاری رو ترجیح میدم. پس به همراه میدیا سوار اون 50 میلیونیه شدم و چندر با باکمن سوار اون 30 میلیونیه شد. افسانه ماشین. شما حاضرین؟ شما حاضرین؟ من حاضرم. برو که رفتیم. دلیل گرون بودن ماشینی که چندر سوار شده اینه که یه هدیه از طرف صاحب فراری به صاحب فورد و مخصوصاً تولید شده. تنها ورژن فراریه که توی تاریخ تولید شده. مراقب دست انداز باش، خط نیفته روش. تا وقتی سوار یه ماشین 5 میلیون دلاری نشدی متوجه خرابی خیابونا نمیشی. ماشینی که ما سوارش شدیم گرونترین جگوار تاریخه. متعلق به بازیگر افسانه‌ای استیو مک‌کوینه. استیو مک‌کوین به خاطر سرعت بالا اینقدر جریمه شد که آخر سر گواهینامه‌ش رو ازش گرفتن. الان دیگه متوجه همه دست اندازا شدن. و از اونجایی که این ماشینا خیلی قیمتشون زیاد بود، تمام مدت پلیس اسکورتمون می‌کرد که مطمئن بشه کسی نزدیکمون نمیشه. این دیوونگیه. یکم گاز بده. سواریش چطوره؟ خیلی قشنگه. ای وای کلام. رفت دیگه بیخیال. در حالی که داشت بهمون خوش می‌گذشت، واکمن با ماشین 30 میلیون دلاریش دچار مشکل شد. وایسین صبر کنید.
صبر کنین دندگیر یه لحظه کرده. صبر کنید. خیلی بهش فشار آوردیم. ماشین 30 میلیون دلاری وایستاد. قبل از اینکه این ماشینا رو نابود کنیم بریم سراغ گزینه بعدی، یعنی ماشین 100 میلیون دلاری. برو که رفتی. تصور اکثر مردم از یه ماشین 100 میلیون دلاری همچین چیزیه، ولی اینطوری نیست. مطمئناً باعث میشه که خیلی تعجب کنیم، ولی این ماشین 100 میلیون دلار میارزه. این ماشین اونقدر تاریخی و با ارزشه که این نماینده موزه تنها کسیه که میتونه تو کل دنیا اونو برونه و فقط میتونه روی اون پل این ماشین رو برونه. پلیسا جاده رو بستن و چند تا کارگر دارن این جاده رو تمیز میکنن. اونا چاله چولا رو پر میکنن تا این ماشین 100 میلیون دلاری هیچ بلایی سرش نمیاد. این واقعا فوق‌العاده است. خیلی خوب، اومدیم رو پل بچه‌ها. وای خدای من، اونجا رو نگاه، یه ماشین 100 میلیونی داره ویراژ میده. این کلاه همش میفته. کلاش افتاد. این دومین باره. گرونترین ماشین یه کلا برام آورد. بیا. این واقعا فوق‌العاده است. یه چیزی باحال‌تر از این بگو. خیلی خوب، گاز بده. بزن بریم. خدای من، این واقعا معرکه است. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. بیاید این کلو بتره کنیم.